سلام از هیمنم. در این ویدیو دخواستم در واقع پلیلیستی که پیاف خواهونی پیاف ادامه بدیم. پلیلیست در مورد شو در مورد گیت در این ویدیو در یه سری مباحث دنه بیس دنه که دخواستم گپ کنیم. سعی دیگه مباحث هم بجم بعد آخر ایزی در واقع یه مثال کلی خواهم که پیاف پیش یعنی اول یه سری مباحث جاره پیش در واقع فرصت نو گپ کنیم. حالا در واقع جلسه ها در مورد اون گپ کنیم. در واقع منظور مباحث پایه گیت ریپازیتوری چیه؟ از این گیت ریپازیتوری در واقع چیه؟ در واقع ولی ورد آماده کنم بودم بیا هاکا ایشانه به نظرم بهتره. گیت ریپازیتوری در واقع استوریجه که فضا که استوریجیه که پروژه مورد هنده قرار داره و هم که لوکال بود هم که در واقع اصلا سرور بود. بعد گیت ریپازیتوری مثلا مهمه. توش داخلی به اسم هد در واقع پوینتره که اشاره که عمل کدانی the current commit الان هم فقط اد دکنی کامیت دکنی کل کار دکنی اجا دقیقاً اکی کامیتی الان هدا در واقع پوینتر اجا دقیقاً در کدا های. خب همین سراغ مبحث خیلی جالب در واقع احتمالاً پر مبحث درج بود اما سعی دکم در واقع خلاصه بشم و مباحث اصلی بشم. از چیه؟ به اسم گیت ورک فلو چیه؟ گیت ورک فلو هم پوشه خانی در واقع کدان هاوی انده گیتینی لاخرین مثلا شروع و آغازین کار کنی و سه بخشه چیه؟ یه دونه ورکینگ دایرکتریه در واقع مرحله که هم چک کنی هم مرحله که هم فایل اوی انده اضافه کنی اما گیت هنوز ناس نگیریه با چیه. خب گیت تو کار به این خطه نه ای در واقع مرحله ای استپی ایجان ورکینگ دایرکتری خب موقع هم گیت اد لیاخننی دستور ما پیاب دینی در گیت اد لیاخننی گیت اد محیط ورکینگ دایرکتری یا محیط استیج از این بعد گیت ترک دکه گیت به کار دکه کنم به کار خریدم بعد که استیج کار متابع گیت کامیت لیاخننی در واقع گیت کامیت اسنپ شات چیه که اسنپ شات در عکس مرحله که خانی را داشته کنید در وگرنی اوی پس اسنپ شات امیجی خب داگرن اما اسنپ شات گپ دکن گیت کامیت لیاخنی پس فایل ما استارتی ارتی اند کپیا ارتی ورکینگ دایرکتری در واقع تگ نویا بعد گیت اد داخلی از ورکینگ دایرکتری ارات اس محیط استیج بعد گیت کامیت داخلی ارتی محیط استیج در واقع ارتی لوکال ریپوزیتوری. خب من اصلا چیزی اصلا فایل ورد که پیاف چک کنیش بیام گپ کنم تا ورکینگ دایرکتری تا گفتی ما فایل چک کنم فایل ادیت کنم ارتی ورکینگ دایرکتری و پروژه خواهونش بیابینه نگاه کنم پروژه موجود درسته و پروژه خیلی ساده که بیجاره پیاده دینی گیت استاتوس کوتون ده وضعیت نشان داد چجوریه گوتی آقا گوتی برانچه ما و فلان و آن ترکینگ و فلان آن ترکینگ دینی حالا رساسی ورته وایل ورده خواهد توش تا آماده کنم بیش پیاب دارین گوتی آقا و فایلتا هنو ترک نویا و فایلتا گیت اد لخنی اتفاقی که واسه را فکر نکنم با چیه گیت لخنی هرارت ترک اخر اصلا گوتیه واضحش گوتیه پس و فایل ورکینگ ورک فلو علا ارتی کیه ارتی ورکینگ دایرکتریه اد گیت اد لخنم ارارت محیط چه استیج دقیقا درست کتونم ارارت محیط استیج استاتوس لخنم درسته ارارت محیط استیج حالا گیت استاتوس نخست
اشتغال شو دستور den rock. حالا خانم گیت استاتوس تاگه گیت استاتوس من گیت ات خواستم تا چورت مویت استیج او گویی تا اشیا که اما توش دیگه مویت استیج ادیس اشیا که وگانی ورته ورکینگ دایرکتری خا پس ورکینگ دایرکتری استیج و لوکال ریپوزیتوری بعد اشیا که ورته لوکال ریپوزیتوری خواهی بشین سمت سرور که در مورد ریموت جدا که هفت که تکنیک اتانا جلسه بعد جلسه دیگه ناکنه و اول توضیح دادم گفتم آقا گیتار لخنه رو ورکینگ دیگه فلان اسنپ شات دگره ورک دایرکتری توضیح دادم در واقع کارنت پروژه و چه‌ها اونا توضیح دادم در مورد ترک کانترکت گپ کنیم فایل موقعی که گیت ناس بگه ترک دکه بررسی اگه تغییراتی چه اتفاق است که ترک دکه موقعی که گیت ناس نکه چناک بررسی نکه حالا جن آن ترکینگ ده این توضیح دادم در محیط استیج گپ کنیم استیج گفتم محیط بین ورکینگ دایرکتوری و لوکال ریپوزیتوری این وسط ها محیط بین وینده که در واقع بیشتر چه کارتی که آغازی گیت ترک بعد فعلا نخواسته بشین سر لوکال ریپوزیتوری نخواسته اسنپ شات بگیره آغازی کد داج حفظ بود وینده دو اگران اما گپ بلا فاصله چه که راحت اشاره که محیط استیج بوی در واقع محیط ورکینگ دایرکتوری و برعکس فیلم کارنا اشاره که راحت اشاره که انجام بدیم گیت کامیت که گفتم لیاخنه اسنپ شات اگر اسنپ شات در واقع عکس اگر اوی راحت اشاره هم موقع بازی آینده وگره گفتم دستور خانه گیت کامیت چه که گیت کامیت در واقع استیج محیط استیج در واقع لوکال ریپوزیتوری خود گیت کامیت که لاخرین خود دستوری ساخته دستوری پیاف داوین نیا ساخته دستوری پیاف جا دین انجام دادی خب منظورم که از ساختاری انیسن چه بنیسن چجوری میشه خود گیت کامیت استاندارد خود در مورد سبا گپ تکنی خب اما فعلا آغازم ببینیم کلی بشم مثلا جلسه اول آغازم خیلی توضیح کلی بشم خیلی مباحثانا کلی بشم در مورد گپ تکنیک خب بگن اسنپ شات اگر پس گیت کامیت اسنپ شات اگر اسنپ شات حاوی یه سری و مباحث خیلی مهم سامان کامیت هش چیه کامیت هش در واقع یک یونیک آیدنتیتیه به هر کامیت جدا که توسط الگوریتم استفاده که در واقع کامیت هش خیلی مهمه کامیت هش در واقع مباحث خیلی مهمه خب اونا فکر کنم کافیه حالا گیت کامیت اعلام کار انجام بدیم از ورکینگ دایرکتوری گوتن حالا و فایل ما ورکینگ دایرکتوری استیج حالا استیج در خواستم محیط لوکال دقیقا درست کنم مثلا add work flow تا که حالا و فایل ما چه ارته محیط در واقع لوکال اما محیط ورکینگ دایرکتوری بریم استیج بریم محیط لوکال حالا اینجا تو کامیت خطینه و در واقع خیلی اوکی و کار من پیشیه خب از مالپرا گراژی در واقع نشان بدم و این مالپرا جشن استفاده کن و مالپرا کلان در آموزش کیتا دو زمان در واقع انگلیسی و در واقع فارسیه و شاید هر کی دستور خاصی اوند مثلا بینی ولا هر دستور اوند یه سری مباحثانجی اوند گوتما که اشکن اوی سایتاجی بفکرن و در واقع چه کن استفاده کن هم در واقع آموزش تمام و شاید راحت مثلا هر کدوم اونا دستورنا مثلا از آغازم گیتلا کنم در مورد گیتلا گپ کنم گیتلا که راحت شاید گیتلا در واقع گیتلا به مثلا به دستور دیگه دستورا از وی دستورا شما چه که هر دستوریش کنار ایزی آموزش گوی در واقع هم اشاره که به 4 تا کلی دستوری جنریت که هم اشاره آموزش خود دستوری جی دانیم اشاره که مورپراژی استفاده